این بیل مکانیکی درد سرسازترین ماشینی بود که اومد زیر دست ما برای تعمیر. یه نکتهشو میخوام با تو در میون بذارم. آماده ای؟ سلام، یاسین نجفی ام، ارادتمند شما. خوش اومدید به استودیو کمپانی یاین. این سری از سری داستانای تعمیرای بیل مکانیکی یه ماشین جذاب اومد که گفتم حیفه با شما در میون نذارم یه مقدار آشنا بشید آقا ما به چه طریقی ماشین تعمیر میکنیم یا به چه طریقی پول در میاریم. این بیل مکانیکی رو نگاه کن، از سریای برند جذاب کوماتسویی که فکر کنم خیلی از شما عزیزانم که باش سر و کار داشتید یا دنبال میکنید داستانا رو. این قسمت رو نگاه کن، اکثر بیل مکانیکی یا ماشینالاتی که ما میریم باشون سر کله میزنیم به شکل تجربی یه وری رفتن با ماشین. یعنی گفته آقا من خودم فشارهای اینو تنظیم کردم. اما نکته ای که هست، نباید فشار رو دست بزنی شما. خوب نگاه کن به اجزای داخلی این. قسمت اصلی کار این بود که آقا میگفت جک های من سرعت نداره. یعنی چی؟ یعنی این دوتا جک بزرگوار بوم باکت یا برای چنگک شما اگه میبینی سرعت نداره یه بحثه، اگه میبینی زور نداره مثل این ویدیو مثلا بخواد بلند کنه یک چنگکی بزنه برامون مثلا گود برداری کنه یه بحثه. سرعت و فشار دو تا اصل جداه. ما همه تکنسینامون که میرن پای سیستم این نکته رو میدونن که اول از همه دیتا شما رو میگیرن. مثلا تو میگی بیل من سرعت نداره، باید فشارش رو زیاد کنی. مثلا ربطی ندارن این دوتا به هم دیگه. اگه سرعت تو ضعیف شده بی برو برگرد، دو تا مسئله رو باید چک کنی. همین الان اینو یادداشت کن. یک، نشتی کار. دو، پمپت. اگه میبینی جکت، شیرت، جویستیک، لیور گذاشتی، من در آوردی برای خودت یه چیز شیر برقی گذاشتی، یا قسمت کنترلش مثل این شیرایی که ترتیبی اومده پایین، اگه اینا نشتی نداشت مثل مهندسی معکوس میرسیم به این قطعه. پمپ هیدرولیکو با هم دیگه چک میکنیم. یه نمونه کارو ببین قبل تعمیر. نکته ای که هست، این بنده خدا اومده هی فشار رو بیشتر کرده. اتفاقی که افتاده چیه؟ خیلی داستانی طور بهت بگم. این پمپی که گذاشته براشو اومده باز کرده، یه پمپ دیگه گذاشته. گفته آقا پمپ من ضعیف شده دیگه. خب خدا نگهدار 110 میلیون هزینه کرده، اومده یه سرویس کرده، یه پمپ عوض کرده براش، پمپو گذاشته استارت زده، شفت بریده. چرا این اتفاق میفته روی بیل؟ دلیلش اینه که عزیز من خیلی طبیعیه که پمپ شما ضعیف بشه از بعد فشار، تحمل فشار. ما بیایم فشارش رو بیشتر کنیم. اوکی، پمپ جدیدی که میذاری اگه با همون فشار کار کنی که خب بنده خدا شفت میبره. حتی اگه پمپ تو بهترین جنس هم داشته باشه، شفتش رو نگاه کن، اگه مثل این هزار خاری باشه یا تک خار باشه فرقی نمیکنه. فکر نکن پمپت مشکل داره. شما باید فشار دستگاه رو برگردونی به حالت قبلی. نه شل اصلا انگار تو مدار نیست. یعنی کمترین فشار ممکن، بذار کار کنه بعد فشارش رو بیار بالا. اینجا که یه پمپ مرخص شد، این میره کنار، سیستم بعدیمون رو میایم چک میکنیم بر مبنای کار جدید. پس چی شد؟ برای سرعت کم نشتی رو چک میکنیم. مثل این سیستم نگاه کن، ما جکاشو چک کردیم، دیدیم آقا نشتی آنچنانی نداره، یک مقدار پکینگا خورده شده که به اصطلاح به نشتی داخلی افتاده. اینو چک کردیم، دیدیم اونقدری که این بنده خدا قبل و بعد سیستم سرعتش فرق کرده تأثیری نداره. پس اومدیم یه گام اینورتر، قسمت پخش روغن. یعنی از پمپ میرسه به شیرای کنترل. این شیرایی که میبینی رو هم قرار گرفته و ما تو دوره هیدرولیکمون تمام و کمال اینو توضیح دادیم، داستان فرق میکنه. این قسمت اسپولاش از حالت نرمال خارج شده. یعنی چی؟ یعنی این اجزای داخلی یه شیر کنترل جهت اسپولیه. خوب نگاش کن، با هر بار فرمان حالا روغن، دستی یا برق، این اسپول داره جابجا میشه. خوب نگاش کن،
این اگه خورده بشه توسط پلیسه و ناخالصیایی که کنار اسپول قرار میگیره به اصطلاح سیلندر گشاد میکنه و وقتی که سیلندر گشاد کنه نگاه کن روغن از هر جای آقا عشقش میکشه اینجا میره، از این ور میره، از وسط میره، دیگه معنی لیکو میرسونه به صد خودش، خارجیش نکنیم، نشتی کارو بیشتر میکنه. پس اتفاقی که توی این مدار افتاده اونجا ما نمیبینیم، آقا این داره روغن رد میکنه، جکمون خالی میکنه، سرعتش کمه، اینجای مشکل. جکم سالم بوده، اینه. این قسمت رو اگه شد سرویس کنیم که خیلی کم پیش میاد زمانی که این سیلندر گشاد بشه، ما اینو تعمیر نمی کنیم، کلا عوض میکنیم و بدون اینکه دست به پمپ بزنیم خروجی کار همچین جکی در میاد. خوب نگاه کن. آیتم یکی که خیلیاتون اشتباه میکنید، درد سرساز واسه چی بود این بیل مکانیکی؟ به این جهتی که یک مشکلی داشت، یک صدای عجیبی داشت شبیه به این و ما نمیدونستیم از چیه. آره پیش میاد ما هر چی چک میکردیم، آقا ای بابا پمپو چک کن، شیرو چک کن، جک، باز این صدای رو مخ بود که کلافه کرده بود ما رو. درد سرساز به این جهته که نقشه هیدرولیک به این وسعت داره، اون ما رو کمک کرد که بفهمیم ایراد کار چیه. ما دقیقاً توی دوره هیدرولیک و آموزشی که سبک خودمون داریم میریم جلو میگیم آقا عیبیابی باید از روی نقشه اتفاق بیفته و قسمت PPC والو یا شیرای کنترل فشارش که یک مجموعه عظیمی توی بیل مکانیکی و مهمترین قسمت از دید من بعد پمپ‌های هیدرولیکو چک کردیم، ایراد اونجا بود. ما برای هر قسمتمون، برای بوم که میشه این قسمت، برای باکت، برای تراول موتور، برای هر کدوم این قسمت‌ها یک مجموعه جدایی از کنترل فشار داریم. پس توی مسیر عیبیابی مسیر روغن خیلی مهمه. یعنی پمپ من چه جریانی رو داره طی میکنه که برسه به عنوان هیدروموتور که میاد برای ما، نگاه کن تو تراول موتورها داره حرکت اون ریلی رو انجام میده. اوکی؟ توی این مسیر اگه من افت فشار دارم، اگه سرعت کم شده، مسیر روغن رو بعد پمپ چک میکنم. پمپ آخرین چیزیه که من توی سیستم بهش دست میزنم. اوکی؟ قلب سیستم هم میزنم کنار، میرم سراغ باقی سیستم. PPC والو رو یکم بیشتر چک کنیم. این قسمت شیرای کنترل فشار رو دقیق تر اگه بهش نگاه کنیم چند تا قطعه از کنار هم، یا ردیوسینگ، یا ریلیف والو، یا آنلودینگ. مثلا چیزی به جز اینا ما تو شیرای کنترل فشار نداریم که مثلا بگی فشار شکن یا لاجیک والو ما یا مدل شیرای کارتریجی ما مثلا یه مدل عجیب و جدید اومده استفاده شده توی بیل مکانیکی. نه همچین چیزی نیست. این مدارای دیگه توی پرس‌های هیدرولیک من همین شیرا رو بهت نشون میدم. بهش میگن شیرای کارتریجی. یه نگاه بهش بکن، خیلی بیشتر ما با این سر و کار داریم. چرا؟ خب یک، دقت بالاتری داره، محدوده عمل کردیش میشه گفت کمتر نسبت به فشار شکنای قورباغه یا مدلایی که توی کارهای صنعتی استفاده میشه، ولی یک جای کمتری میگیره چون تعداد شیرای کنترل فشار توی بیل مکانیکی ها خیلی زیاده. ما این قسمتی که داریم میبینید تماما برای PPC والومون گذاشتیم. اوکی؟ میبینید خیلی جا میگیره. نقشش هم یه نقشه عظیمیه. دونه به دونه این شیرا مسیرش باید دنبال بشه. حالا فکرشو بکن، اگه من بلد نباشم این نقشه رو تحلیل کنم به چه دردم میخوره؟ اوستاکاری باید بیام برم تو دل کار همه رو باز کنم، مثلا با بنزین بشورم که بگم این درست کار میکنه؟ نه، شاید تو دست بزنی یه چیزی رو از حالت فابریکش خارج کنی. پس بهتره که اصولی بلد باشی کار تعمیر رو. تا اینجا کار یه لایک بکن. جریان من، پلن من برای این مدل بیل مکانیکی بود. قسمت‌های دیگه‌اش و بیل مکانیکی‌های دیگه هم تا دلت بخواد تو کانال گذاشتم که کار تعمیرش رو انجام دادیم و تو این جریان شما رو گذاشتیم. اطلاعاتی که خیلی باید پول بدی بهش برسی تو این کانال رایگان میتونی داشته باشی. پس سابسکرایب یادت نره، لایک کن این ویدیو رو و اگه علاقه داری خودت یاد بگیری یا ما چک کنیم سیستمتو، یه کامنت بذار، باقیش با من. مرسی که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.